همه ما عربستان سعودی و شیخ‌های عرب رو با ثروت افسانه‌ای، قصرهای طلایی و ماشین‌های لوکس میشناسیم. اما راستش رو بخواید پشت این ظاهر درخشان و پرزرق و برق رازهایی وجود داره که کمتر کسی ازشون حرف میزنه. رازهایی که حتی از خود این ثروت هم عجیب‌ترن. منظورم چیزایی نیست که توی اخبار می‌بینید یا توی شبکه‌های اجتماعی نمایش داده میشه. منظورم واقعیت‌های پشت پرده است. حقایقی درباره قدرت، ثروت و زندگی که رسانه‌ها بهتون نشون نمیدن. امروز می‌خوایم با هم بریم به پشت صحنه این دنیای پرزرق و برق و 5 تا از عجیب‌ترین و ناگفته‌ترین واقعیت‌ها رو براتون فاش کنیم. واقعیت‌هایی که شاید باورتون نشه، اما همه‌شون مستند و حقیقتن. پس با من همراه باشید. میدونی عملاً 2 تا پادشاه توی عربستان داریم؟ بله، درست شنیدی. شاه سلمان و ولیعهدش محمد بن سلمان. در واقع قدرتمندترین مرد کشوره، اما یه راز بزرگ اینجاست. خاندان سعودی خانواده غولاسا با هزاران شاهزاده. خیلی‌هاشون از بن سلمان متنفرن. چرا؟ چون اون داره سنت قدیمی توافق بین شاهزاده‌ها رو دور میزنه و قدرت رو مثل ساندویچ برای خودش و یه عده خاص برمی‌داره. این یعنی یه جنگ قدرت عظیم و ساکت در کاخهای طلایی ریاض. بعضی از شاهزاده‌ها ثروت‌هاشون مسدود شده، بعضی‌ها تو هتل 5 ستاره ریتز کارلتن زندانی شدن و بعضی‌ها مجبور شدن میلیاردها دلار رو پس بدن. این بازی تاج و تخت واقعیه، فقط با لیموزین و قصرهای طلایی. عربستان توی یک کویره. پس آب شیرین از کجا میارن؟ میگی آب انبار؟ نه، عجیب‌تر از این حرفاست. عربستان تا چند سال پیش یه منبع آب شیرین فوق‌العاده باستانی داشت به نام آب‌های فسیلی. یعنی آب‌هایی که از هزاران سال پیش زیر شن‌ها زندانی بودن. این آب رو با چاه‌های عمیق می‌کشیدن بیرون و کل کشور رو سیراب می‌کردن. اما مشکل اینه که این آب مثل نفت تمام شدنیه و متاسفانه داره تموم میشه. حالا مجبورن بزرگترین کارخانه‌های آب شیرین کن دنیا رو بسازن. یعنی آب دریا رو با سوزاندن مقادیر عظیمی نفت شیرین میکنن. شعارشونه ما نفت میسوزونیم تا آب درست کنیم. این یعنی یه فاجعه زیست محیطی خاموش. ما فکر میکنیم شیخ‌ها همش تو بیابون سوار شتر میشن یا تو هلیکوپتر شخصیشونه. ولی یه راز بزرگتر اینه اونا ملیت‌های تشریفاتی دارن. بعضی از شیخ‌های جوان و ثروتمند یه زندگی کاملا مخفی و غربی دارن. ممکنه پسر یه شیخ بزرگ توی لندن توی آپارتمان معمولی زندگی کنه، با دوست دخترش بیرون بره، مشروب بخوره و کلی هم پول خرج کنه بدون اینکه کسی بفهمه کی هست. بعد همین آدم وقتی برمیگرده دبی باید حجاب سر کنه، به سنت‌ها احترام بذاره و توی مراسم رسمی حاضر بشه. این زندگی دوگانه فشار روانی عجیبی روشون ایجاد میکنه. اون قصرهای افسانه‌ای بعضی وقتا فقط یه زندان طلایی بدون دیواره. پرده‌های مدرن و پشت پرده برج‌های درخشان. این عجیب‌ترین و تاریک‌ترینشه. سیستم اسپانسر وجود داره، یعنی هر کارگر خارجی از فیلیپین، بنگلادش، هند و هر کشور دیگه یه کفیل سعودی داره که پاسپورتش رو ضبط میکنه. این کارگر بدون اجازه کفیل حتی نمیتونه کار کنه، از کشور بره یا گاهی حتی بیرون از خونه بره. این سیستم در واقع یه شکل مدرن بردهداریه. پشت هر برج درخشان و هر پروژه عظیم هزاران کارگر هستن که ماه‌ها حقوق نمیگیرن. تحت شرایط غیر انسانی کار میکنن و راه فراری ندارن. این رو تو رسانه‌های اصلی عربستان نمیبینی، ولی داستان روزانه میلیون‌ها کارگر مهاجره. محمد بن سلمان الان قدرتمنده، اما فقط 38 سال داره. یه سوال بزرگ وجود داره، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ پسرش یا برادرزاده‌هاش ممکنه بخوان قدرت رو پس بگیرن. این عدم قطعیت یه بمب ساعتی برای آینده عربستانه. تمام اصلاحات اقتصادی عظیمش مثل شهر خطی عجیب نیوم وابسته به حضور خودشه. اگر روزی نباشه ممکنه کل این پروژه‌های چند صد میلیارد دلاری نیمه کار رها بشن و یه جنگ داخلی ثروتمندانه بین شاهزاده‌ها شروع بشه. آینده عربستان خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنیم نامعلوم و خطرناکه. تا همین چند سال پیش وقتی اسم عربستان میومد همه یاد بیابونای بیپایان و چاه‌های نفت میافتادن، ولی الان اوضاع خیلی فرق کرده. این کشور با خرج‌های میلیاردی و پروژه‌های عجیب غریب داره یه فصل تازه تو صنعت گردشگری دنیا مینویسه. نه تنها درهاشو به روی توریستا باز کرده، بلکه میخواد خودش تعریف کنه سفر لوکس یعنی چی. حالا نوبت شماست. نظرتون چیه؟ فکر میکنید عربستان میتونه واقعاً به مقصد لوکس گردشگری دنیا تبدیل بشه یا نه؟
برامون تو کامنت ها بنویسید و یادتون نره برای دیدن داستان‌های جذاب‌تر کانال رو سابسکرایب کنید. باورت میشه تا قبل از سپتامبر 2019 فقط برای کار یا زیارت میشد بری عربستان، ولی از وقتی ویزای توریستی رو راه انداختن همه چی عوض شد. الان خیلی راحت میشه آنلاین ویزا گرفت و رفت. همین حرکت باعث شد عربستان سریع‌ترین رشد گردشگری رو بین کشورهای گروه 20 داشته باشه. هدفشون هم مشخصه. تا سال 2030 میخوان 100 میلیون گردشگر جذب کنن. شهرهایی از دل شم و ماسه، اینجاست که داستان هیجان انگیز میشه. عربستان داره شهرهای کاملا جدید میسازه که انگار از دل فیلم‌های علمی تخیلی بیرون اومده باشن. از جمله نئوم، یه شهر هوشمند با سرمایه 500 میلیارد دلاری. بخش اصلیش زالاین هست. شهری خطی به طول 170 کیلومتر و عرض فقط 200 متر بین دیوارهای آینه‌ای قولاسا. هیچ خیابون و ماشینی نداره، همه چی با قطار فوق سری انجام میشه. پروژه دریای سرخ، بیش از 90 جزیره بیک رو میخوان تبدیل کنن به یکی از لوکس‌ترین مقصدهای گردشگری دنیا. هتل‌های شناور، اقامتگاه‌های صخره‌ای و همه چی با انرژی تجدیدپذیر. اودیبیا، شهری مخصوص سرگرمی و هیجان که حتی از دیزنیلند هم بزرگتر خواهد بود. قوانین اجتماعی هم تغییر کرده. دیگه زنها مجبور نیستن عبا بپوشن. خیلی جاها مختلط شده و حتی بحث اجازه مصرف محدود الکل تو مناطق توریستی مطرحه. داستان گردشگری عربستان داستان یه رویای بزرگه. رویای کشوری که میخواد فقط مقصد سفر نباشه، بلکه یه تجربه خاص و فراموش نشدنی رو به همه دنیا بده.